انسان خیلی مصروف است، اینقدر مصروف است که پرسان نکن. مصروف جانی خود، اول مصروف جانی هستی، بعد از اون مصروف اولاد، زن، خانواده، اقارب، مردم. یک دقیقه وقت نمیگیری، تلفن از این طرف از اون طرف، الله امی روابطه، امی تعلقات یک دفعه قطع بکو، خلوت بکو با الله، مناجات بکو با الله. ما یک انسان مخلوق پیدا شده، برای چی پیدا کردی مرا؟ زندگی ما کلش امی گپا بود، امی که تیر کردیم. یک روز در خانه کاکا، یک روز در خانه ماما، یک روز پشتی وظیفه، یک روز در معلمی، یک روز در بازار، یک روز آمدم گوی مانده، گوی زله، گوی راحت. امی زندگی مفهومش امیست. امی قدر الله کائنات پیدا کرده، به می خاطر به می قدر گپ که نصفش در رنج و غم و درد تیر شد، یک چندش در خوشحالی تیر شد. این کل جولانگاهی